درود دوستان عزیز، به چنل خودتون خوش اومدید. تو این ویدیو میخوایم آموزش گذاشتن کاور یا تامنل برای ویدیوهاتون را آموزش بدیم. ویدیوهایی برای آپارات، یوتیوب یا اینستاگرام نیازمند کاور هستند تا جذب بازدید و ویو کنند. برای این کار برنامه‌های متعدد و خیلی زیادی وجود دارن، اما تو این ویدیو میخوایم دو تا از برنامه‌های اینشات و کاین مستر رو معرفی کنیم. اول وارد برنامه اینشات میشیم. وارد برنامه که شدیم، ویدیو رو میزنیم و ویدیویی که از قبل گرفتین رو انتخاب میکنیم. برای گذاشتن تامنیل یا کاور قبل ویدیو، اون به علاوه پایین رو میزنیم و ویدیو و عکس رو انتخاب میکنیم. ویدیو و عکس رو که انتخاب کردین، میایین و یک عکسی را از تو گالریتون انتخاب میکنین. البته من این عکس رو از قبل آماده کردم و میخوام به عنوان تامنیل ویدیو خودم انتخاب کنم. تیک اون پایین رو میزنم و این تامنیل یا کاور به ویدیوی من اضافه میشه. اما این تامنیل خیلی طولانی به نظر میاد، حدود 5 ثانیه هست. ما میتونیم از این طریق اینا یکم کمترش کنیم. مثلا من میذارمش رو 2 ثانیه و ویدیو رو پخش میکنم که به این صورت در میاد. این از روش گذاشتن تامنیل از طریق اینشات. دومین برنامه کاین مستر هستش که وارد برنامه کاین مستر میشیم. وارد برنامه کاین مستر که شدیم، اول با همچین قسمتی روبرو میشید. Create New، اونو میزنید و اندازه صفحه رو انتخاب میکنید که اگه برای یوتیوب و آپارات میخواید، باید اندازه 16.9 را انتخاب کنید. Create را میزنید. وارد میشیم و ویدیو یا عکس مورد نظر خودمون را انتخاب میکنیم که من الان یک ویدیویی را انتخاب میکنم. به صورت همون ویدیو قبلی را انتخاب میکنم و روش کلیک میکنم. خب ویدیو که لود شد، از اون صفحه خارج میشیم دوباره و با همچین صفحه مواجه میشیم که برای گذاشتن تامنیل یا کاور اول ویدیو اون بالای صفحه میتونیم این کار رو انجام بدیم. مدیو رو میزنیم و عکس مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم که من همون عکس رو به ویدیو اضافه میکنم. باز هم اینجا یکم این تامنیل طولانی به نظر میاد که ما میتونیم ثانیه‌هاش رو کمتر کنیم. من ثانیه‌هاش رو کمتر میکنم و از جا خارج میشم و میتونیم الان ویدیو رو پخش کنیم که به این صورت در میاد. اینم از گذاشتن تامنیل با استفاده از برنامه کاین مستر. حالا بجز این برنامه ها، ما میتونیم با استفاده از خود یوتیوب یا آپارات و اینا هم تامنیل یا کاور ویدیومون را بذاریم. وارد یوتیوب میشیم. یوتیوب که باز شد، میایم و قسمت بارگذاری ویدیوها، ویدیو مورد نظرمون را انتخاب میکنیم که به عنوان مثال من این ویدیو رو انتخاب میکنم و بعدی رو میزنم. اینجا قسمت افزودن جزئیات رو براتون میاره و لود میکنه. صبر میکنیم تا لود بشه. لود شد، از طریق اون عکس و به علاوه بالا میتونیم تامنیل یا کاور خودمون رو اضافه کنیم. اون رو که بزنیم وارد گالری میشیم و عکس مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم و تنظیم میکنیم که من اینجور این عکس رو تنظیم میکنم و قسمت تمام را میزنم و تامنیل به ویدیو اضافه شده. حالا میتونم اسمی هم براش بذارم که به عنوان مثال تنظیمات بازی و قسمت بعدی را برای لود شدن ویدیو میزنم. همونطور که میبینید ویدیو با استفاده از تامنیل داره بارگذاری میشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره.